به نام خدا. در این بخش میپردازیم به خوندن مقدار مقاومت‌ها از روی کدهای رنگی و همینطور کدهای عددی و حروفی که روی مقاومت‌های مختلف درج میشه و از اونها استفاده میکنیم برای استخراج مقدار مقاومت‌ها. ببینید دوستان، خوندن مقدار مقاومت‌ها بدون اندازه‌گیری کردن اونها به وسیله اوهمتر این مزیت رو ایجاد میکنه که اولا فرض کنید یک مقاومت رو روی بورد میخواید اندازه‌گیری کنید. اتفاقی که میفته اینه که دو حالت داره، یا باید مقاومت رو از روی بورد در بیارید و با اوهمتر اندازه‌گیری کنید، یا با استفاده از کدهای رنگی یا کدهای عددی مقدار مقاومت رو تشخیص بدید و مدار رو شروع کنید به ارزیابی کردن و آنالیز کردن. خب خوندن مقاومت از روی کدهای رنگی و یا کدهای عددی به مراتب ساده‌تر از اینه که مقاومت رو در بیارید بیرون و اونجا اندازه‌گیری کنید. مزیت دومش اینه که فرض کنید یک مقاومت روی بورد خراب شده و یک مقدار جایگزین می‌خواید از جعبه قطعاتتون در بیارید و مونتاژ کنید. اینجا باید اول بتونید کدهای مقاومتی و مقدار مقاومت رو در واقع بتونید بخونید که اول مقاومت رو پیدا بکنید که بتونید روی بورد مونتاژ کنید. پس خوندن مقاومت‌ها یک بخش الزامی از بخش تعمیرات هست و باید که بتونید مقدار مقاومت‌ها رو، انواع مقاومت‌ها رو بتونید بخونید. خب ببینید، مقاومت‌ها یک نوع از مقاومت‌ها که در واقع مقاومت‌های دیپ بهشون میگن، البته ملف هم، پکیج ملف هم که بعداً توضیح میدیم، اون هم کدهای رنگی دارن. میشه وسیله این کدهای رنگی مقدار مقاومت رو به دست آورد که در ادامه مشاهده میکنیم. ما 3 مدل کد رنگی داریم که به وسیله اون میتونیم مقدار مقاومت ها رو بخونیم که با هم تفاوتایی دارن. 4 رنگ هست، 5 رنگ هست و 6 رنگ. در مقاومت هایی که 4 رنگ هستن، اگر مقاومت رو طوری دست خودتون بگیرید که این ناحیه خالی و بدون رنگ سمت راستتون بیفته، اینطوری استفاده میشه که ببینید هر کدوم از این رنگ ها تعیین کننده یک عدد هستن. خب ببینید اولین رقم، دومین رقم، سومین رقم، همینطور که می‌بینید هر کدوم از این رنگ ها یک رقمی رو در واقع شامل میشه. حالا با یه مثال شروع میکنیم. ببینید اینجا مقاومت 4 نوار رنگی نوشته شده. رنگ اولش زرد هست که به معنی 4، خب رنگ دومش بنفش هست که به معنای 7، رنگ سومش قرمز هست که به معنای 2. منتها اتفاقی که میفته اینه که توی مقاومت‌های 4 رنگ، رنگ سوم ضریب هست. یعنی چی؟ یعنی ما 4 و 7 رو می‌نویسیم و ضریب 100 میخوره بهش. ببین اینجا اگر امتدادش بدیم این رنگ قرمز رو، میاد تو ستون ضریب‌ها و نه عددها. ضریب 100 میخوره بهش چون رنگش قرمزه. یعنی 47 ضرب در 100 میشه 4700. مقدار به مقاومت به دست میاد، میشه 4700 اوم. تقسیم بر هزارش که بکنیم میشه 4.7 کیلو. میدونید که کیلو در واقع میشه گفتش واحد بزرگتر از اوم هستش. هر 1000 اوممون برابر است با 1 کیلو. بنابراین 4700 اوممون میشه 4.7 کیلو اوم. رنگ چهارمش تعیین کننده توی این مقاومت‌های 4 رنگ، رنگ چهارم تعیین کننده تولرانس است. تولرانس یعنی خطا. یعنی چی؟ یعنی اگر این خاکستری رنگ بود یا نقره‌ای رنگ بود، یعنی 10% تولرانس براش وجود داره. میتونه 4.7 مقاومت 4.7 کیلو میتونه 470 اوم بالاتر یا 470 اوم پایینتر باشه مقدارش و محدوده مجازی هست با توجه به این مقدار تولرانسی که براش وجود داره. مقاومت دوم مقاومت 5 رنگ هست یا 5 نوار رنگی که این هم مشابه همین روش بالایی خونده میشه. رقم اول، رقم دوم و رقم سوم رو درج میکنیم و رقم چهارمش میشه ضریب. یعنی چی؟ حالا مثال میزنیم. آبی میشه 6، خاکستری میشه 8، مشکی میشه 0. این تا حالا شد چی؟ 680. و رقم چهارمش میشه ضریب. قرمز چند بود؟ ضریبش 100 بود. 680 ضرب در 100 میشه 68000 اوم. تقسیم بر هزارش بکنیم میشه 68 کیلو اوم. یه بار دیگه میگم خدمتتون. رقم اول 6، رقم دوم خاکستری 8، رقم سوم مشکی هست که رقم 0 رو میذاریم جلوش. تا حالا شد 680.
رقم چهارم توی مقاومت های 5 رنگ، رقم چهارم برابر است با ضریب، میشه 680 ضرب در 100 میشه 68000 اوم. تقسیم بر هزارش بکنیم، یعنی میخوایم تبدیلش کنیم به کیلو، میشه 68 کیلو اوم. رنگ پنجم مربوط به تولرانس میشه. همینطور که میبینید این رنگ تقریبا سبز کم رنگ معنیش 5% هست توی مقاومت‌های 5 رنگ که اینجا 5% رو میبینید. توی مقاومت‌های 6 رنگ یا 6 نوار رنگی فقط یک رنگ دیگه اضافه شده، یعنی مثل همین مقاومت‌های 5 رنگ خونده میشه، یک نوار رنگی هم اضافه شده. بازم این مثال رو در واقع میشه گفت کد رمزگشایی میکنیم. رقم اول سبز میشه 5، رقم دوم آبی میشه 6، رقم سوم مشکیه یعنی 0 شد 560. ضریب نارنجی 1000. ببین حالا نمیشه 1 کیلو، معنیش 1000 میشه 560 هزار او یا 560 کیلو. خب و تولرانسش همینطور که بنفش رو میبینید، تولرانس یا ضریب خطا 1% هست که اینجا هم قید کرده. و یعنی چی 1%؟ شما تصور کنید که 1% خطا معنیش چیه؟ یعنی یک مقاومت 560 هزار اوهمی میتونه ضرب در 0.1%، یعنی 560 هزار اوهمی یا 560 کیلو اوهمی میتونه 560 اوهم کمتر یا بیشتر باشه. معنی 1% خطا این 0.1% خطا این هستش. و اما ضریب دما چیه؟ تو مقاومت‌های 6 رنگ که مقاومت‌های میشه گفتش دقیقی هستن و مقدار 0.1% خطا مقدار خوبی هستش. البته از اون دقیق‌تر هم هست، مقاومت‌های 0.05% خطا هم وجود داره که مقاومت‌های فوق‌العاده دقیقی هستن، توی اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق ازشون استفاده میشه. ضریب دما چیه؟ اینجا نوشته شده که 100 پی پی ام، مثلا 50 پی پی ام، 15 پی پی ام، 25 پی پی ام. معنیش چیه؟ معنیش پارت پر میلیونه. یعنی چی؟ یعنی 100 تقسیم بر 1 میلیونم تغییرات به ازای 1 درجه سانتیگراد. یعنی هر 1 درجه سانتیگراد که تغییرات هم بالا هم پایین، یعنی مثلا فرض کن 25 درجه شده 26 درجه، 25 درجه شده 24 درجه، به ازای هر 1 درجه سانتیگراد تغییرات 100 بر 1 میلیونم این عددی که اینجا به دست اومده میتونه ضریب داشته باشه، یعنی دما روش تاثیر بذاره. یه مثالش هم الان میزنیم خدمتتون. دوستان این مقاومت 5 رنگ رو که مشاهده کردید، رنگ پنجمش مربوط میشد به تاثیرپذیری رنج یا مقدار مقاومت در برابر تغییرات دمایی که با پی پی ام نشونش دادیم. پی پی ام مخفف پارت پر میلیون هست، یعنی 1 میلیونم تغییرات. حالا این مؤلفه پی پی ام رو ممکنه شما توی خازن‌ها، سلف، آی سی ها، دیودها و کل قطعات الکترونیکی مشاهده کنید و تاثیرپذیری این قطعات رو در برابر تغییرات دمایی نشون میده. و حالا یه دونش رو عملاً ما میایم رو اینجا نشون میدیم که چه شکلی تغییرات دمایی روی مقدار مقاومت تاثیر میذاره و همینطور میشه تعمیمش داد به قطعات دیگه. خب شما تصور کنید که یک مقاومت 5 رنگ داریم، در واقع 1 2 3 4 و رنگ آخرش میتونه مثلا 4 رنگ داشته باشه. عموما بیشتر 4 رنگ از این رنگ هایی که اینجا عرض میکنم رو میتونه در بر بگیره. پس این شد ضریب دمایی که با پی پی ام یا 1 میلیونم تغییرات دمایی روی مقدار مقاومت تاثیر میذاره. اینجا میتونه قهوه‌ای باشه، میتونه قرمز باشه، میتونه نارنجی و یا زرد باشه. که قهوه‌ای 100 پی پی ام رو نشون میده و قرمز 50، نارنجی 15، زرد 25 پی پی ام و رنگ های دیگر هم البته هستش که اعداد خیلی کمتری رو نشون میدن. سبز،
آبی، بنفش و خاکستری که سبز میشه 20، آبی 15، بنفش 10 و خاکستری 1 ppm رو نشون میده. خب حالا به عنوان مثال یه دونش رو لحاظ میکنیم. فرض کنید که مقاومتی رو خوندیم رنجش شده مثلا 10 کیلو و رنگ پنجمش هم قهوه‌ای هستش. یعنی 100 رو، حالا اگر رنگ آخرش قهوه‌ای باشه، 100 رو تقسیم بر 1 میلیون میکنیم. خب 2 صفر این با 2 صفر این میده، پاسخ میشه 1/1000000. و اگر ضرب در صدش بکنیم بر حسب درصد میتونیم بگیم که 1/100 تغییرات به ازای تغییرات به ازای 1 درجه سانتیگراد تغییر دما. خب یعنی 1 درجه سانتیگراد که دما تغییر کنه 1/100 کیلو تغییرات خواهیم داشت. خب اگر که مثلا 50 درجه سانتیگراد دما از حالت طبیعی، یعنی مثلا 25 درجه سانتیگراد تغییرات داشته باشه، 50 ضرب در 1/100 ضرب در 50 بر حسب درصد یعنی 0.5% تغییرات در رنج مقاومت ایجاد خواهد شد. مشخصه که هرچقدر این عدد ppm کوچکتر باشه، تاثیرپذیری مقدار مقاومت از تغییرات دمایی هم کوچکتر و ناچیزتر خواهد شد و معمولا مقاومت هایی که تاثیرپذیری کمتری از دما دارن گرونتر هستن و در جاهای حساس که نمیخوایم تغییرات دما انقدری تاثیر بذاره روش ازش استفاده میشه. پس این شد پایان مبحث پارت پر میلیون که عدد پنجم مقاومت های 5 رنگ بود. خب این مقاومت های 4 رنگ بود، 5 رنگ بود و 6 رنگ که با کدهای رنگی استخراجشون کردیم. چندین بار انجام بدید تا شما هم دستتون بیاد. البته یک سری نرم افزارها هستش که معرفی میکنم خدمتتون، نرم افزار موبایلی که کدهای رنگی رو به سرعت میتونید درش ایجاد بکنید و هم مقدار مقاومت ها رو استخراج کنید. اینجا هم باز تو این جدول هم همینطور که میبینید کدهای رنگی اومده و مشکی 0، قهوه‌ای 1، قرمز 2، نارنجی 3 و زرد 4، سبز 5، آبی 6، بنفش 7 و خاکستری 8 و سفید 9 هست. بعد از یه مدتی که کار بکنید با مقاومت ها، زیاد درگیر بشید با موضوع قرائت کردن مقاومت از روی کدهای مقاومتی، متوجه میشید که مثلا مقاومت هایی که رنگ سومشون، مثلا مقاومت های 4 رنگی که رنگ سومشون 0 هست، توی بازه 1 اوم تا 100 اوم هستن. خب مقاومت هایی که رنگ سومشون قهوه‌ای هست بین 100 اوم تا 1 کیلو اوم هستن. مقاومت هایی که رنگ سومشون قرمزه بین 1 کیلو تا 10 کیلو هستش، البته زیر 10 کیلو. مقاومت هایی که 10 کیلو تا 100 کیلو هستن نارنجی رنگ سومشون. مقاومت های 100 کیلو تا 1 مگا، خود 1 مگا نه، زیر 1 مگا رنگ سومشون زرده. مقاومت های بالای 1 مگا هم مقاومتاشون در واقع رنگ سومشون سبز رنگ است. حالا به مرور که زیاد استفاده کنید متوجه میشید که در واقع ضریب ها چه شکلی ایجاد میشه. اینجا هم که ضریب ها رو گذاشته، ببینید تا بنفش ادامه پیدا کرده، خاکستری سفید ما ضریب نداریم. و اینجا هم که تولرانس هاست، قهوه‌ای 1%، قرمز 2%، میگم مثبت و منفی گذاشته، یعنی میتونه بالاتر یا پایینتر باشه که مجازه براش. و رنگ های دیگه هم که خب اگر هیچ رنگی وجود نداشته باشه به عنوان رنگ چهارم توی مقاومت های 4 رنگ به عنوان تولرانس، یعنی مقاومت 20% است که مقاومت های فوق العاده بی‌کیفیتی هستن. خب اینجا هم که مشخصه دیگه، رقم از سمت چپ رقم ضریب، رنگ ضرب در ضریب به اوم میشه دیگه که قبلا به صورت واضح توضیحش دادیم.
خب ببینید دوستان، حالا مقاومت های رنگی رو گذاشتیم کنار، مقاومت هایی که پکیج ملف داشتن رو هم به همون صورتی که مقاومت های دیپ رو خوندیم میشه ازش استفاده کرد برای استخراج کد و مقدار مقاومت. مقاومت های SMD مقاومت هایی که در واقع روی سطح برد نصب میشن و یک کد روشون نوشته میشه. حالا اون کد ممکنه همش عدد باشه یا ممکنه همش حروف باشه که ما اینجا توضیحش خواهیم داد. برای اینکه این مقاومت های SMD رو بتونیم تشریحش کنیم، من یه پیج رو تو یک سایتی بالا میارم که خیلی خوب اینجا همه چیز رو جمع و جور توضیح داده. از یک دونه کالکولاتور هم اینجا گذاشته، یعنی محاسبه‌گر آنلاین هم گذاشته که میتونید بزنید و مقدار مقاومت رو به دست بیارید. ببینید مقاومت هایی که سه رقمی هست کدشون، مقاومت های SMD که کدشون سه رقمی هست. حالا اینجا توضیحاتی داده و یک مثال گذاشته. ببینید فرض کنید روی یک مقاومتی نوشته شده 220. معنیش این هستش که دو عدد اول رو یعنی 22 رو میذاریم، 10 رو به توان رقم سوم میکنیم، بعد درش ضرب میکنیم. خب میدونید که 10 به توان صفر میشه یک دیگه، پس یک ضرب در 22 میشه 22 اوم. گرفتید؟ بعد اینجا نوشته معنیش این نیستش که این 220 اومه، اینو این شکلی میخونن مقاومت‌های سه رقم رو. یه مثال دیگه زده، گفته آقا اگر که 47 یک بود یا 471 بود، شما 47 رو می‌نویسید، رقم سوم میشه 10 به توان رقم سوم دیگه، در واقع میشه گفتش 10 به توان یک میشه 10 ضرب در 47 میشه 470 اوم. بعضی میگن آقا این 10 به توان یک چیه دیگه؟ میگی شما فرض کن که تعداد صفرها رو اینجا داری مشخص میکنی دیگه، یعنی 47 یه دونه صفر مقدار مقاومت به اوم. این هم میشه. حالا بعضی دوست دارن این شکلی، ولی خب مفهوم درستش اینه. یه مثال دیگه زده، 10 ضرب در 10 به توان 2، 10 به توان 2 میشه 100 ضرب در 10 میشه 1000 اوم یا 1 کیلو اوم. حالا بعضی میگن که آقا این 10 دو تا صفر هم جلوش میذاریم، مقدار به مقاومت اوم میشه که میشه 1000 اوم یا همون 1 کیلو اوم. مقاومت ها ممکنه که در واقع اینجوری نوشته شده باشه، مثلا 2R2 نوشته شده باشه یا مثلا 3R3. مثلا این 3R3 رو نگاه کنید، اینجا R نقش در واقع ممیز رو بازی میکنه و خودش هم داره میگه که مقدار من به مقاومت بر حسب اوم هستش. یعنی چی؟ یعنی 3 ممیز 3 دهم اوم. زیاد پیش میاد، حالا تو مدارات مختلف میتونیم ببینیمشون و این هم خب یه حالتیه دیگه. مقاومت هایی که زیر 10 اوم هستن یا زیر 100 اوم هستن بعضا این شکلی نمایش داده میشن. اما مقاومت های، حالا مثال های دیگر رو هم اینجا گفته که میتونید در موردش بخونید. ببینید اینجا مثلا کد 100 معنیش 10 اومه، کد 110 معنیش 11 اومه. همینطور میبینید مثال های بیشتری رو اینجا تشریح کرده. 154 معنیش 150 کیلو هستش. اینها دقیقاً از همون روشی که اونجا بهتون گفتم استفاده میکنه دیگه. در واقع اینجا 152 یعنی 15 رو گذاشته، دو تا صفر هم جلوش گذاشته، مقدار به اوم شده، تقسیم بر هزارش کرده شده 1 کیلو، 1.5 کیلو. به همین منوال حالا مثالای بیشتری رو هم اینجا توش تشریحش کرده. و اما مقاومت های SMD 4 رنگ. مقاومت های SMD 4 رنگ اینجوری خونده میشن که سه تا رقم اول رو مینویسیم و رقم چهارم میشه ضریب. اینجا 470 مینویسیم ضرب در 10 به توان صفر که میشه 1 میشه 470 اوم. اینجا در واقع میشه گفتش برای مقاومت هایی که دقت بیشتری دارن، تولرانس کمتری دارن، از این روش کدگذاری 4 رقمی استفاده میشه. مثال دیگهش 2001 هست. اگر 2001 روی مقاومت SMD دیدید اینجوری میشه، 200 رو مینویسیم، 1 میشه تعداد صفر جلوی خودش یعنی 2000 اوم یا 2 کیلو اوم. بعد یه مثال دیگه 1002 که اینجا می‌نویسیم 1000 ضرب در 10 به توان 2 یا همون 100 میشه 10000 اوم. خب یعنی 100 رو می‌نویسیم
2 تا صفر هم جلوش میذاریم میشه 10,000 اوم یا همون 10 کیلو اوم. و ممکنه این شکلی هم دیده بشن. نیا کنیم 15 آر صفر دوباره در واقع 4 دیجیت شده دیگه، 4 رقم شده دیگه. 15 رو می‌نویسیم ممیز 0 اوم، یعنی همون با دقت بالاتری 15 اومه. اینجا هم باز مثالای بیشتری از مقاومت‌های SMD 4 رقمی رو میتونید ببینید که خب مثالهای خیلی زیادی زده دیگه. مثلا نیا کنیم 2R00 معنیش 2 اوم هستش، یعنی 2 ممیز 2 تا 0 که همون میشه 2. یا مثلا 5R 10 معنیش 5 ممیز 1 یا 5 ممیز 10 بوده که در واقع هم 51 دهم اومی هستش. و اینجا هم خب تعداد بیشتری از اونها رو استفاده کرده. ببینید 82 51 8 25 در واقع میشه بودش 825. یه دونه صفر میذاریم جلوش، تقسیم بر 1000ش کرده. یعنی چی؟ یعنی 8 ممیز 25 صدم کیلو اوم. حالا یه نکته ای رو بگم خدمتون. اینجا از استانداردهای مقاومتی E24 و E96 استفاده کرده. یعنی رنج مقاومت ها تعدادشون بیشتر میشه از 1 دهم اوم تا 9.76 صدم مگا اوم میتونه مقاومت ها رو پوشش بده. تو این مقاومت های سه رنگ از استاندارد E12 استفاده کرده که مقاومت های 1 دهم اوم تا 9.1 دهم مگا اوم رو میتونه توش پوشش بده. بسیار خوبه. یه نوع دیگه ای از کودهای مقاومتی هستش که بهش میگن EI96 و توی اون از حروف هم استفاده شده. همینطور که میبینید یک کد اینجا وجود داره که یک مقدار رو مشخص میکنه. اینها دیگه بهتر هستش که از محاسبه‌گرها یا نرم افزارهایی که وجود داره ازشون استفاده بکنید. حالا مثال‌هاش هم گذاشته. معنیش چیه؟ ببینید اگر که رقم سوم رو دقت بکنید مربوط به ضرایب میشه و دو رقم اول مقدار مقاومت هستن. 0.1 یعنی 100 اومی، 0.2 یعنی 102 اومی، همینطور 105. یعنی هر کدوم از این کدها نشون داده یک مقدار مقاومت هست. حالا یک مثال اینجا میگه که 0.1 معنیش 100 اوم بود و وای اینجا نگاه کنید 1 صدم نوشته شده. 100 ضرب در 1 صدم میشه 1 اوم. یا مثال بعدی 68 است. ببینید 68 مقدارش 499 هست. اینجا رو ببینید ضرب در x میشه. x هم که در واقع میشه گفتش 1 دهم دیگه. 499 ضرب در 1 دهم میشه 49.9 دهم اوم. این ضرایب رو من یک نرم افزار توی گوشیم دارم که به این مقاومت رو که بخورم سریع اون نرم افزار رو باز میکنم و خیلی سریع تبدیل ها رو انجام میدم. چند تا نکته اینجا وجود داره. اگر روی مقاومت دیدید که نوشته 0 یا 2 0 یا 3 0 یا 4 0 اینا مقاومت های 0 اوم هستن یا مقاومت هایی که بهش میگن مقاومت های جمپری یا فیوزی هم بهشون میگن. و نکته بعدی این که اگر یه مقاومت دیدید که یک خط زیر یکی از اعدادش بود، ببینید اینجا نوشته 122 یک خط زیرش کشیده شده، اینها به معنی این هستش که مقاومت 1% هست. نکته بعدی اینه که اگر یک مقاومت دیدید که مثلا با یه حرف M توشون هست، ببینید مثلا نوشته 1 M50، M معنی میلی اوم رو داره، نقش ممیز رو بازی میکنه برای مقاومت‌های زیر 1 اوم. ببینید اینجا 1 M50 میشه 1.5 میلی اوم یا 1 ممیز 50 صدم میلی اوم، یا 2 M2 میشه مقاومت 2 دهم میلی اومی. میبینید حرف L رو هم استفاده کرد. اینجا هم گفته که آقا حرف M بزرگ، M کوچیک یا L در واقع دسیمال پوینت لوکیشن دیگه، یعنی نقطه ممیز رو مشخص میکنه. 5L20 در واقع میشه بودش 5 میلی اومیه.
بعد نکته بعدی اینه که نوشته که مقاومت‌های سنس کننده جریان که حالا زیاد تو مدارات بهش پیش میاد که بهش برخورد بکنیم، مقاومت‌های SMD که یک خط روی عبارت نوشته شده هم معنی در واقع میشه گفتش میلی اوم رو بازی میکنه. ببینید 1.5 میلی اوم. بعد اینجا مثلا مقاومتی که R201 نوشته شده یک خط روش کشیده شده، مقاومت‌های رنج پایین هستند که در واقع 1/1000 اوم، اینجا R حالا نشون دهنده اوم هستش، 1/1000 اوم یا 1 میلی اوم هستش و به همین طریق. و همینطور مقاومت‌هایی که یک خط تیره زیر عبارات نوشته میشه هم معنی همین مقاومت‌های زیر 1 اوم هست. نگاه کنید 1001 معنیش این هستش که 101/1000 اومه و 0.47 هم دقیقاً زیر 1 اوم هستش، 47/1000 اوم مقدار مقاومتش هستش. بعد برای همینطور برای این عبارت که R068 یا 068 معنیش 68/1000 اوم یا 68 میلی اوم هستش. نکته بعدی در مورد پاور ریتینگ یا توانی که مقاومت SMD میتونه تلف بکنه که به ابعادش مربوط میشه. ما سایزهای مختلفی از مقاومت‌های SMD رو میبینیم که هر کدوم در واقع یک ابعاد دارن دیگه. ببینید اینجا طول و عرض این مقاومت رو نگاه کنید، اگر W عرضش باشه L طولش باشه و اینجا اینطوری که دسته بندی کرده وات های مشخصی رو دارن و ابعاد مشخصی رو خواهند داشت. ببینید پکیج های مختلف کد های مختلفی دارن. ما مقاومت های 805 و 1206 و 1210 رو زیاد استفاده میکنیم. الان مقاومت هایی که مثلا توی کامپیوترهای سایز کوچیک یعنی ابعادشون کوچیک است، مثل بوشه مثلا M17 یا EZU2.5 مشاهده میکنید که مقاومت هایی با این پکیج ها هم دیده میشه. یعنی چی؟ ببینید 1206 ابعاد مقاومتش اینجوری هستش که 126/1000 اینچ ضرب در 68/1000 اینچ، یعنی طولش 126/1000 اینچ هستش و عرضش 68/1000 اینچ یا 3.2 میلیمتر در 1.6 میلیمتر است و معنیش 1/8 واته. یعنی چی 1/8 وات؟ 1 تقسیم بر 8 یعنی 125,000 وات رو میتونی روش تلف کنی و مقاومت آسیب نبینه. جریانی که ازش عبور میکنه خب تبدیل به حرارت میشه. تا به این اندازه میتونه در واقع مقاومت رو دفع کنه. هر چقدر سایز یک مقاومت کوچکتر باشه توانش کمتر میشه، یعنی سریعتر ممکنه آسیب ببینه، و هر چقدر بزرگتر میشه که وات بالاتری داره. 2512 یه مقاومت SMD هستش که 25 اینچ طولش میشه و 12 اینچ هم عرضش میشه یا 6.35 میلیمتر طولشه و 3.2 میلیمتر هم عرضشه که بهش میگیم مقاومت 1 وات. پس این ابعاد رو در نظر داشته باشید. حالا باز مثال های بیشتری میزنیم که ابعاد قشنگ دستتون بیاد که الان این مقاومتی که میخوام سفارش بدم ممکن ازتون اون قطعه فروش بپرسه بگی آقا پکیجش چیه؟ شما میگید آقا پکیجش 1206 یا پکیجش 0805. حالا دیگه 0805 رو میگن مقاومت 805 یا کوچکتر از اون رو میگن مقاومت 603. خب یه مفهوم دیگه در مقدار مقاومت ها خیلی مهم هست و اون هم استاندارد EIA، در واقع استانداردی که مشخص میکنه چه رنج هایی از مقاومت ها با چه تلورنس هایی وجود داره و در سطح دنیا تولید میشه و برای همه مشخص است و توی این رنج ها مقاومت تولید میشه و خارج از این رنج ها مقاومتی رو ممکنه پیدا نکنید و اگر پیدا نکنید مقاومت ها رو با سری موازی کردن با هم دیگه میتونیم بسازیم. ما اینجا E3 داریم، E6 داریم، E12 داریم، E24، E48، E96 و E192. مقاومت های E3 50% تولرانس هستن که خیلی به کار نمیان و زیاد استفاده نمیشه از E6 هم همینطور 20% هست. حالا بهتون میگم معنیشون چیه. ما مقاومت هایی که زیاد تو بازار میبینیم E24 و E12 هست و E48 و 96 هم خیلی کمتر مورد استفاده قرار میگیره و
استانداردهای E192 که نیم 25 و 0.1% هست تولرانس هاشون. یعنی چی؟ حالا بهتون میگم. ببینید شما یه مقاومت میرید بخرید، به شما میگه که خب آقا چه رنج مقاومتی میخوای؟ شما نمیتونی بگی که مثلا 10 ممیز مثلا 1 یا مثلا 101 مقاومت 101 اوهمی رو میخوام. چرا که ممکنه اون نداشته باشه. ببینید استاندارد E12 مقاومت 100 اوهمی رو میتونید توش پیدا کنید. خب بعد مقاومت 120 اوهمی رو هم میتونید توش پیدا کنید. دیگه 125 اوهمی رو نمیتونید توش پیدا کنید یا 130 اوهمی رو توی این استاندارد E12 نمیتونید این رنج رو پیدا کنید. بعد ببینید 120 150 رو میتونید پیدا کنید، 180 رو هم همینطور. بعدش میاد دیگه 200 رو نمیتونید پیدا کنید. بعد برید مقاومت 220 اوهمی رو میتونید توی استاندارد پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر قطع فروش شما استاندارد فقط E12 رو داشته باشه، شما نمیتونید مقاومت 240 اوهمی پیدا کنید، چون تو 240 اوهمی نمیتونید توی استاندارد E12 نمیتونید مقاومت 240 اوهمی رو ببینید، بلکه توی استاندارد E24 میتونید این رنج از مقاومت رو پیدا کنید. ببینید 220 240 270 ببینید این رنج ها 300 330 اینا 30 تا رفته بالا، 360 390 یعنی 430 بعد دیگه 40 تایی رفته بالا. استاندارد مثلا بعدیش که E48 هستش رنج مقاومت‌های رو بیشتری رو شامل میشه. و حالا یه چیزم بگم، E48 یعنی 48 تا مقاومت رو در رنج های مختلف میتونه پوشش بده. E24 یعنی 24 تا مقاومت رو با این اختلافاتی که با هم دارم، این 100 110 اومی 120 اومی تا آخرین مقاومتی که توی رنج E24 میتونید پیدا کنید ضریبش 910 خواهد بود. هم 910 اومی رو میتونید پیدا کنید، هم 9.1 کیلو رو میتونید پیدا کنید، هم 91 کیلو رو میتونید پیدا کنید. اینجوری ضریبش میره بالاتر. برای E12 هم همینطور. اگه شما یه 470 اوهمی میتونید اینجا ببینید، معنیش این هستش که مقاومت 47 اوهمی و 4.7 اوهمی رو میتونید پیدا کنید. 470 کیلو، 47 کیلو، 4.7 مگا اینها رو هم میتونید پیدا کنید. در واقع این ضرایب رو در واقع نشون میده دیگه. مقاومت E192 ببینید تولرانس هاش هم خب خیلی پایین بود دیگه، 0.1% بود، 25% و 5% و شامل 192 عدد مقاومت تو این رنج میشه. میکنه 215 218 221. ببینید اونجا که گفتم 101 نمیتونیم تو این رنج رو پیدا کنیم، یک مقاومت 101 اوهمی رو هم تو این استاندارد میتونید پیدا کنید که البته مقاومت های گرونی هم هستن. 102 رو هم میتونید، 104 هم میتونید. حالا اگر 103 رو بخوای هیچ جا نمیتونی پیداش کنی. شما باید یک مقاومت 1 اوهمی رو با یک مقاومت 102 اوهمی سری کنی تا به اون استاندارد مورد نظر خودت برسی و اون مقاومت رو بسازی. این مفهوم استانداردهای مختلف بود و تعداد مقاومت هایی که توی هر کدوم از استانداردها میشه ازش پیدا کرد.